به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان عزیز، درس 25 است از سلسله درس های عربی برای نوآموزان. الفبای زبان عربی حرف میم. میمی که در اول نوشته شده است شکل علاهیدگی حرف میم است. میم دوم میمی است که در اول کلمه می آید. میم سوم میمی است که در بین کلمه می آید. میم آخر میمی است که در آخر کلمه می آید. اگر در این نوار واضح یا روشن دیده نشود، از بس که با حرف های خرد نوشته شده است، در درس های آینده ما این حرف ها را خواهیم گذاشت، یعنی کدام حرف در اول چه خیلی نوشته می شود و در بین چه خیلی نوشته می شود و در آخر چگونه نوشته می شود. خب حرف میم: مدرستون، 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 مدرستون. مدرستون مدرسه هم شاید گویند در زبان تاجیکی، لیکن ترجمه درستی این کلمه مکتب است. مکتب را به زبان عربی مدرسه میگویند. مدرستون. معذرت. مدرستون مکتب، آموزشگاه، دبستان. در اینجا کلمه مکتب را دوبار نوشتیم. دبستان، دبیرستان. دبستان، دبیرستان زیادتر در لهجه ایرانی است یا فارسی، لیکن در ما آموزشگاه و مکتب ترجمه می شود. خب مفتاح، 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 مفتاح ترجمهش کلید. به زبان روسی کلوچ، به زبان انگلیسی کی، کی. مصحف، 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 مصحف. مصحف قرآن را میگویند. مصحف قرآن، قرآن کریم و به معنای کتاب پرحجم هم هست. مصحف قرآن، قرآن کریم. خب در اینجا کلمه ها به شکل تنها و به شکل جمع آورده شدند. میگذاریم به تلفظ آنها. مدرستون جمعش مدارسون، 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 مدارسون. مدرستون مدارسون. مفتاح، مفتاح، مفتاح. مفاتيح، 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 مفاتيح. مصحف، مصحف جمعش مصاحف، 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 مصاحف. این بود درس 25. تو درس های نوبتی. خدا نگهدار.